درود بی پایان. درس نوبتی امیدوارم اویدی همین تجهیزات های حمایوی و استفاده کنی حمایه ها در زنجیرها مدارهای دوره‌کنی محرک ها. ما تا امروز اگر بر نقشهایی که در نرم افزار کدسی طراحی کردیم نقشه ساده ترین بودن و هیچ یگان نقشه از ما حمایه برای موتور نبود، فقط حمایه از رسش کوتاه در فضا بودن. یعنی غیر از این المنت هایی که ما در نقشه داشتیم باز یکچند حمایه ها و در جایهای مختلف حتما گذاشته می شوند. خصوصا یکی از معمول ترین حمایه های است که حمایه از سیرباری یا که اضافه بار اگر با زبان روسی گیریم پریگروس، یعنی زمانی که محرک ما از همون جریان نامش جریان زیادتر استعمال کند یا که باری که در همون همون شافت موتور ما زیادتر باشد از قوه الکتریکی اون، این باعث میشود که محرک ما جریان زیادتر استعمال میکنه و گرم میشود. این گرم شوی با سوخته شدنی اون سیمپیچ مطکه موتور آورده میرسونه و اکثرا باید قید کنیم که نقشه نمیشود که دوره‌کنی محرک درست نیست که در آن اقلا حمایه از سیرباری نباشد. نه فقط وصل با استفاده از کانتاکتور این یگان نقشه کامل نیست. ما در دوره‌کنی کانتاکتور و پوسکاتر ما یک موضوع داشتیم مویدی همین نقشه های الکتریکی که از چند قسم ها عبارت هستند. ما یک بار دیگر میبینیم. سراول سخن درباره زنجیری فرمان میرود، یعنی همون مداری فرمان که ما با کدام شکل همون را جابجا میکنیم. در مدار فرمان یکم هست، اول میریم مدار بهترش قدرتی را بینیم، زنجیر قدرتی را. ما حتما داریم حمایه از رسش کوتاه، اگر چی محافظت در اینجا محافظت به طریق معمولی استفاده شده که از پرداخت تلفن، اما در اصل اگر ما زمانی که نقشه استفاده میکنیم از چنین اتوماتور یا که از به شکل زیرین باز نسبتا بهترش اینا با کدام نمودهایی که باشند برای محافظت خودی مدار همون خودی منبع بکنیم که اگر رسش کوتاه بین فضایی با وجود آید چی در همین سیم ها یا چی در خود محرک از همین نقطه قطع می شود. این فقط برای هم محافظت از همین چیز است. و دویم پس از اون حتما جایگیر می شود خودی کانتاکتور. اما پیش از بعد از کانتاکتور و پیش از محرک موتور حتما گذاشته می شود همون ریلی گفتیم حمایه، یعنی حمایه سیرباری گذاشته می شود که اگر شکل تریدش هم یبار بینیم به همین عمود است، در اینجا بینیم به همین شکل است نمود تریدش. یک بار دیگر اگر بهتر صورتش مشاهده کنیم، یکم صورتی که قابل مشاهده بهتر باشد. اما واسه به همون صورت این در این شکل اگر اینجا بینید 3 تا سیم این برای وارد شدن همون فضا نقشه اگر در اینجا بینیم نمود نقشه کشیش هم قسمت کانتاکتور کدام قسم دینم موضوع کدام قسمت
فکر کنم اینجاست. من به همین شکل است و این هم میگذاریم. اگر F1 و F2 اساسا ما میتونیم F0 هم گذاریم، یکون مشکلی نیست. اینجا فقط میریم قسمت سیم کشی و اگر بینیم سه سیم پس از کنتاکتور خروج میشد به همین ریلی حمایه سیربری و بعد از ریلی حمایه سیربری به خدی محرک، یعنی این قسمتی صورت هم اگر مشاهده کنیم این سه سیم در خود کنتاکتور وصل میشود و پس از آن همین خروجی T1 T2 و T3 استفاده میشود و در تیغه های در خود برای مدار فرمان زنجیر فرمان اگر باشه ما اینجا بینیم اگر 97 و 98 تیغه NO دارد و 95 و 96 تیغه NC و از این قسمت ما اگر میتونیم کلانتر کنیم و نقشه دودیشا نقشه مشاهده کنیم. نبینید اگر این قسمت 1 3 و 5 اینا بودن ورودیش جایی که معنی این قسمت فضا وارد میشه و از 2 4 6 خارج میشه. تیغه یوری رسونش هم هستن اینجا 97 98 تیغه باز 95 96 تیغه بسته. اما بحث این که با کدوم شکل کار میکند این بی متال این با گرم شوی جریان از داخل همین یک بی متالی پلاستین که متالی است و همون تیغه خودشه باز یا که بسته میکنه. تیغه باز باشه بسته بسته باشه باز میشه و نمود استفاده برایش هم دائما پس از کنتاکتور همون پوسکتل ما میگیم و پیش از موتور. در زنجیر فرمان مدار فرمان که جاش موقعش معین شد در کجا جایگیر میشود، اما در مدار فرمان باید قید کنیم که طبق همین صورت دائما یکم اگر منبع باشد دوم محافظک به معنی حمایه از سیرباری در این قسمت، این قسمتی دوم حتما محافظک می آید و پس از محافظک حتما می آید همون ریله های حمایوی، نه تنها ریله حمایه از سیرباری مثال ریله پیگیری فضا هم باشد همون چیدوانی فضا و یا که یکان ریله جریان باشه هر همود حمایه که باشد پس از محافظک حتما پای در پای با تیغه بسته ما استفاده میکنیم. تیغه بسته را به همون خاطر ما استفاده میکنیم که یعنی زمانی که اگر همون محافظت ما اجرا نشده است یعنی حالت معمولی همون تیغه بسته است و ما میتوانیم همین مدار خودمون وصل قطع کنیم، اما زمانی که همون حمایه کار کرد دیگر ما نمیتوانیم که باقی مونده همین زنجیر فرمان اجرا کنیم. اینجا بینیم گفتیم ما پیش از بعد از محافظه حتما میاد ما تیغه بسته ش استفاده میکنیم. اینجا میگذاریم نسبت میتیم با افی درست فکر در این برنامه با فکرم خود تیغش هم بود در علاقیدگی اینجا بود یکی اگر بینیم هیت ریلی هم تیغه بسته به این شکل بود. ما از اینجا استفاده میکنیم یعنی قسمتی همین درایو باتون و هیت ریلی اساسا تیغش به همین شکل است. تیغه بسته و بازش علاقیده است و ما در اینجا استفاده میکنیم تیغه بسته شد و این هم نسبت میدیم با F9.
سیمکشی را انجام میدیم و میبینیم با کدوم شکل کار میکنیم. یعنی این زنجیر فرمون همون زنجیر فرمون درس قبلی بود و ما اینجا فقط محافظت اضافه کردیم. حمایه سربر وصل ما وصل کردیم. محرک ما با اندازه شد استاپ قطع شد. استارت بار دیگر ببینید از زمانی که اگر F0 عملی میشه، یعنی محرک ما اگر جریان زیادتر میشود، یعنی این کار میکنه، الکی از این نقطه پس از محافظت الکی کل همین زنجیر مدار فرمان ما کاملا قطع شد. یعنی ما هر قدر اگر وصل کنیم دیگر تا زمانی که همین ریله حمایه سرباری ما خنک نشود و ریست نشود ما نمیتوانیم که مدار زنجیر فرمان راه اندازی کنیم. به همین شکل چی محافظت باشد، اگر ما فرض کنیم باید محافظتی هست که معمولی خیلی هم وسیع استفاده می شود، بهترش یک بار دیگر ما اگر اون بینیم در خدمت بسیارتر و حمایه is control imaging آن شکل است. یعنی همین که این نمود حمایه‌ش هم حمایه از پیگیری فضا، یعنی چی به معنی فضا. ما بعضا جای لازم داریم که زمانی که اگر جای فضایی عوض شد یگان محرک ما نباید راه اندازی شود. فرض کنیم ما یک تجهیزات داریم به طرف پیش حرکت میکند یا که یگان سمت معین حرکت میکند، زمانی که فضا عوض میشود سمت گردشون چپه میشود و این خطر دارد به همون تجهیزاتی که خود همون استفاده برنده و در آنجا حتما گذاشته میشد همین ریله حمایه از پیگیری فضا و نمود این نمودی که در ما معمولا استفاده میشود همین چینتی است. این غیر از نمودی پیگیری فضا و باز بینیم تنظیماتی داشت که برای پسشوی و زیادشوی شدت هم حمایه میکرد محرک ما را. ما دو نمودی قیمت داشتیم، هم شدت بالای حد بالا و حد پایین ما شدت میگذاشتیم و وقتی هم کار کردن، یعنی در کدام پس از چند فاصله معین همین حمایه کار کند و بعد اون محرک ما را حمایه میکرد. سیمکشیش هم آسان است. ما از همون سه فاز منبع حتما باید L1 با L1 L2 با L2 L3 با L3 وصل کنیم و تیغه استفاده میکنیم. ما در اینجا TA TB و TC است. اگر یکون بهتر اگر باشد ما صورتش مشاهده کنیم، اینجا فکر میکنیم بیشتر بری نه اینجا TA TB و TC که در اینجا بهتر جبر منوال شبینی چندی اینا برای بیشتر مشاهده کردن شما. چون که این نمود حمایه سرباری معمولا خیلی هم وسیع در اکثر شیت‌های ما استفاده میکنیم و برای ما لازم است همون تیغش که به شما یک بار نشان دهیم که با کدام شکل ما استفاده میکنیم همون تیغه باز و بسته‌اش. میخوام دیگر چیز است منو GNT فکر میکنم
عمود حمایه‌ام هر عمود حمایه‌ام که است به همین شکل تیغه بسته باز بینشون کام است، مشترک است. طرف این طرف تیغه بسته و طرف دیگر هم تیغه باز. اینو نمودهای دیگرش هم هستن اینجا. سیمکشی هم اگر در نقشه انجام دهیم ما گفتیم که اگر حمایه را بینیم در برنامه هم همین المان ما داشتیم، یعنی در این قسمت اگر بینیم فیز لوس ریلی کی فرض کردیم 5 ماش میکنیم تقریبا و ما از L1 حتما میویم به L1 این از L2 به L2 این و از L3 به L3 این و تیغه بستش هم میگذاریم K5 پای در پای با پس از حمایه سرباری ما، یعنی اول حمایه را میگذاریم بعد استاپ و بعدم استارت. یعنی به همین شکل، یعنی اول محافظت، پس از محافظت تیغه های بسته حمایه های ما به همون خود تیغه بسته استفاده میکنیم که زمانی که همون حمایه ما کار کرد، یعنی چی ریلی حمایوی که باشد در نمود معمولی تیغه بسته است، یعنی از اون جریان جاری میشود، اما زمانی که حمایه کار میکند حتما اون تیغه بسته تغییر وضعیت میاد و باز میشود. یعنی همون کانتاکتی اگر به زبان روسی فرمودتر بگیم نرمانه закрытый، زمانی که حمایه کار میکنه открытый میشه، گشوده میشه. و از همین سبب است که ما حمایه را پیش میگذاریم. این علاقه استانداردی است که در همون استانداردی IEC استانداردی که برای نقشه کشی است علاقه همین شکل خطی قبول شده. و پس از این اگر با یگان حمایه دیگر داشته باشیم، فرض کنیم ما یگان کنترلر ناوازیر هست، کنترلر زمانوی که جریان خود محرک میسنجند و وابسته به جریان محرک میبینن که اگر جریان نامی زیادتر شد یا که کمتر هم شد از همین قسمت حمایه میکنن. در اونجا ما همون تیغه بسته رو در اینجا میگذاریم. یعنی این بود استفاده بری از ریله های حمایوی در زنجیرها مدارهای قدرتی و فرمانی ما. علاقه ما در درس های نوبتی دائما اکنون از ریله حمایه سرباری استفاده میکنیم.